اگه اون شهاب سنگ معروف 66 میلیون سال پیش به زمین نمیخورد، دنیا امروز خیلی فرق میکرد. فقط چند کیلومتر جابجایی میتونه سرنوشت کل سیاره رو عوض کنه. و این یعنی دایناسورها هنوزم کنار ما زندگی میکردن. یه شهر مدرن رو تصور کنید با غول‌های چند تنی. آدم‌ها باید زیر سایه موجوداتی زندگی میکردن که از ساختمون‌ها هم بلندتر بودن. پلیس‌ها هم شاید به جای موتور سوار رپترها یا همون دایناسورهای باهوش و کوچولو میشدن. بعضی دایناسورها هم تو شهرهای کوچیک با انسان‌ها کنار هم زندگی میکردن. شاید بعضیاشون رو تو پارک‌ها می‌بردن تا بازی کنن و باهاشون ورزش کنن. و هر سال مسابقه‌های دایناسور سواری برگزار می‌شد، البته با مهار و کمربند ایمنی. خیلی باحال می‌شد، درسته؟ اما متأسفانه واقعیت خیلی تفاوت داشت. بیشتر دایناسورها غول‌پیکر بودن و اصلا اهلی نمی‌شدن. آدم‌ها مجبور بودن ازشون فرار کنن و تو حاشیه جنگل‌ها و دشت‌ها زندگی کنن. زندگی انسان پر از هیجان و ترس می‌شد و سلطه کامل زمین از دست انسان خارج می‌شد. تمدن‌ها هم باید خودشون رو با حضور این غول‌ها وقف می‌دادن. انسان‌ها هم تکاملشون یه جوری میشد که سریع‌تر باشن تا از خطر در امان باشن و زندگی پر از ترس و هیجان و احترام به قدرت طبیعت میشد. تو همچین دنیایی شاید انسان حتی ابزارهای جنگی متفاوتی میساخت، مخصوص شکار این جانوران غول‌پیکر. شاید حتی تمدن‌ها مجبور میشدن شهرها رو روی کوه‌ها و ارتفاعات بسازن تا از خطر دور بمونن. به احتمالاً یکی از بزرگترین چالش‌ها حفظ غذا بود، چون دایناسورها هر مزرعه‌ای رو نابود می‌کردن. شاید انسان مجبور می‌شد که شب‌ها زندگی کنه وقتی که دایناسورها تو خواب بودن. اگه دایناسورها بودن، احتمالاً آدم هر روز باید با ترس بیدار می‌شد. ولی با همه این ترس‌ها، شاید بازم بعضی انسان‌ها دنبال اهلی کردن و ارتباط گرفتن با دایناسورها می‌رفتن. اما حقیقت اینه که اگه دایناسورها زنده می‌موندن، ما احتمالاً هیچ وقت به این مرحله از تمدن نمی‌رسیدیم و نسل بشر نابود می‌شد.